ما با مدت 5 سال میشه که شکرگزاری میکنم. خیلی راضی هم هستم از اینکه با شکرگزاری آشنا شدم. قبل از اون که درباره شکرگزاری نمیفهمیدم، دیگه خوبی هم نداشتم. و حالی که شکرگزاری را میفهمم و از تمام چیز که خداوند برای ما داده شکرگزاری میکنم، بدن خوب، از این روز خوب، یا مثلا از این جای خوب. وقتی که تو شکرگزاری را شروع میکنی شاید در اول هیچ چیز نفهمی، در نظرت هیچ چیز جالبی نباشه، ولی وقتی که بعد از مدت ها انجام میدی، بعد از 1 سال 2 سال یا بعد از اون میبینی که زندگی چقدر تغییر کرده و چقدر احساس خوب داری. و وقتی که شکرگزاری میکنی احساس خوب میداشته باشی، روحت خیلی آرام میباشه، بدنت آرام میباشه، یک آرامش خاص تجربه میکنی. و شکرگزاری همیشه معجزه میکنه. اگر میخواین که زندگیتان خوب شه، اتفاقای خوب بیفته، یا هر چیزی که دوست دارین اتفاق بیفته در زندگیتان، کوشش کنید از چیزهایی که دارین شکرگزاری کنید. مثلا از این بدن خوب که داری، از این چشم، بینی، گوش، هر چیز، دست پا که داری، تمام چیز. خیلی از مردم ها مثلا دست ندارن، پا ندارن، یا مثلا چشمایشان صحیح نمیبینه، یا خیلی مشکلات دیگه. ولی تو که داری همیشه از شکرگزاری کن. هر چی شکرگزاری زیاد کنین، همین تو اتفاقات خوب، معجزات خوب در زندگیتان رخ میده. و شکرگزاری یگانه راه است که میتونین به خداوند نزدیک شوی، به خداوند دوست شوی. وقتی که من شکرگزاری را شروع کردم، در فکرم چیز جالب نمیاد. و بعد از اینکه یالی من 5 سال تقریبا این کارو میکنم، میبینم که زندگی ما چقدر تغییر کرده. مثلا از هر چیز، از هر لحاظ، مثلا از لحاظ صحتمندی، از لحاظ آرامش، از لحاظ افکار و همچنان از لحاظ مکانی. مثلا من قبلا وقتی شکرگزاری را شروع کردم در افغانستان بودم و بعد از اینکه شکرگزاری را شروع کردم، مثلا افغانستان، بعد از پاکستان رفتم و بعد از آمدم امریکا و خیلی اتفاقات خوب، خیلی اتفاقاتی که واقعا قبل از اون مثلا باور نمیکردم که چه اتفاقام در زندگی و میتونم بیفته. تمام از یار ما دلیلش همیه که سپاسگزاری کردم. و همیشه وقت از هر لحظه زندگیتون شکرگزاری کنین، چون این لحظه هیچ وقت دیگه پس نمیاد. این لحظه، این ساعت، این روز یا این مکان هیچ وقت پس نمیاد. مثلا ما در زمستان سیکو، مثلا این زمستان، این سفیدی، این مقبولی، زیبایی هیچ وقت دیگه پس نمیاد. ما باید از هر لحظه، از هر جای، در هر مکان، هر جای هستین لذت ببرین، از شکرگزاری کنین. امی خودتان که از لحظه لذت ببرین، این خود شکرگزاری خوش باشین، لذت ببرین، کار را که دوست دارین انجام بدین، کارهای را انجام بدین که هم به خاطر خودتان خوب باشه، هم به خاطر بدنتان، هر چیزی که دوست دارین انجام بدین. این خود شکرگزاری و همیشه شکرگزاری کنین. واقعا شکرگزاری زندگیتان از 0 تا 100 تغییر میده و خیلی تغییرات و خیلی معجزات هم میبینی، خیلی تعجب میکنی چطور اتفاقات از زندگی تو افتاده. شکرگزاری کنید از همه چیز که دارین، از همه چیز، و زندگیتان تغییر میده.